قومی ملحدین روز موعدت کرده ای با خدا. علامت از این است که الله تو را دوست داره. مالداری علامت از این است که الله تو را دوست داره. اگر مالت الله گرفت، علامت از این است که الله تو را بد میبینه. از بسیاری صحابه و از پیغمبرها یک قران هم برشان نمیداد، گشنه خواب میکردن. اگر یک روپه هم نداشتی، این علامت نیست که الله تو را بد میبینه. چون الله بسیاری وقتا بر بنده های خود به خاطر رحمت خود دروازه ها را بسته میکنه، با آنکه سرزی خوب سختی به خوب عبادت بکنه. خیلی علامت دشمنی الله با ما چی هست که ما بفهمم؟ گفت هر وقتی که الله کس را بد دید، سجده را از پیشش میگیره، بازی نماز نمیخوره. روزی که نماز از پیشت قضا شد، بفهم که امروز کدام کاری کردی که الله تو بد دیده. وقتی روزی که سجده نکردی، آدمی که سجده نمیکنه، ای بفهمه که از نظر الله افتاده است. و اگر الله متعال تو را توفیق داد که 3 بجه شب بخیزی و کلگی خواب هستن و تو سجده به بارگاه الله بکنی، بفهم که الله نام تو را در بین مقربین خود داخل کرده. تو در عبادت هستی، در سجده هستی، با الله راز نیاز میکنی، تو در مقام هستی، بفهم که الله تو را دوست داره. اگر الله بر تو فرصت داد، ولو که شبهای دراز است، اگر 3 بجه شب و 4 بجه شب، الله تو را این توفیق داد که تو بخیزی و در حالتی که کل مردم در خواب غفلت است، تو بخیزی بگوی سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی العظیم. استاد چه و بگوی که الله اکبر، اللهم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. یا الله، در بین من و در بین گناه های من فاصله ایجاد کن مثل مشرق و مغرب. اگر الله توفیق دادت که در نصف شب به الله راز نیاز کنی، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. پروردگار، گناههای مرا با آب، ثلج با یخ، با برد، با ژاله. تعلیم رسول الله را واقعا شاگرد حقیقی رسول الله بودی که همون دعایی که از زبان رسول الله خارج شده، همون دعا را در زبان خود بیاری، باز او وقت میفهمی که واقعا الله تو را دوست داشته. چرا الله کسی را که دوست داشت توفیق سجده را برش میده، و الله که کسی را بسیار دوست داشت در اوقات خاص که دیگرها در غفلت است، این توفیق عبادت میده. و کسی که الله بد دید، توفیق عبادت از این میگیره. سجده کردن، نماز خواندن علامت محبت الله هست که با یک بنده خودی فرصت میده. و بنده باید بفهمه که الله مرا دوست داشت که امتی یک فرصت در من مساعد ساخت. از این خاطر شکری این نعمت الله را باید بکنی. یا الله، اگر شکر لئن شکرتم، اگر شما شکر کردید، الله باز میگه لازیدن لکم، باز من این نعمت خود دیگه هم براتون بیشتر میکنم. از این خاطر مسلمان واقعی وقتی که سجده به الله میکنه، باز شکر به الله میکنه که یا الله شکر مرا توفیق دادی سجده بارگاه
و به می خاطر الله متعال میگه و قلیل من عبادی شکر. بنده های شکر گزار من بسیار کم مردم هستند که شکر بکنه. و بزرگترین نعمت الله هدایت الله است. الله طلا، جواهر، زیورات، مال بر کلگی میده، اما هدایت بر بنده های خاص خود میده. والذین آمنوا بازنا اشد حبا لله، بازا محبت بسیار قوی به الله می داشته باشه. هدایت کلانترین، بزرگترین، قویترین، مهمترین و با ارزشترین نعمت الله است. از خاطر الله میگه قرآن چی است؟ کتاب هدایت است. برای کی است؟ للمتقین الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. باز الله داخل چی میگه؟ اولئک علی هدی من ربهم. اینی بنده ها و هدایت هستن از جانب پروردگارشان. و اولئک و همی بنده ها هم المفلحون، اینا کامیاب هستن. پس هدایت در اول و فلاح، پیروزی در آخر. این برای کی هست؟ بر بنده های خاص الله هست. و انسان مسلمان باید در مقابل این نعمت ها شکر الله را بکنه. در مقابل این نعمت هدایت شکر الله را بکنه. ای که الله بر ما تو فرصت داد، پای ما را به طرف مسجد خانه خود کشان. ای چی است؟ بزرگترین نعمت الله هست که مستحق چی است که انسان مسلمان شکر از این بکنه. و دشمنای اسلام یعنی برنامهشان است که چه قسم مسلمانه کل پروژه های جنگ فکری که ما شما درس میتیم، کل برنامهش که نهایت سهل کنی چی است؟ گرفتن هدایت از قلب مسلمان. همین بنده گمراه شود. تمام صلاح‌های فکری، صلاح‌های ساینسی، صلاح‌های مختلف صرف به چی استعمال میکنه؟ به خاطر یک هدف. و او چی است؟ گمراه ساختن انسان مؤمن. و دشمنای اسلام از همی بسیار از هدایت مسلمان بسیار مونده است.